Labubu, la 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 bubu labu. La 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 bu labu. La 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 bubu labu. La 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 bu labu. La 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 bubu labu. La 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 bu labu. La 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 bubu labu. La 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 bu labu. میخوایم الان از این بسته‌های شانسی یا گم شده بگیریم. شماره چند؟ 222. شماره 222 به این شکل اینجا وارد میکنیم. خب اینجا درش باز میشه. خب این بسته رو خریدیم. بقیه پول نداد آش. خب دیگه چی؟ اینو نگیریم. 114 چیه به نظرت؟ نمی‌دونم. سلام مثل همین نباشه دوتا مثل هم این بگیر. بزرگه درازه بگیریم. پول پس نمیده دیگه بعد با کارت برسیم بیا. خب شماره 114 رو میخریم. بده کارت دست خود. ببینیم میاد. نمیاد باش. پول پس نمیده بدیم. چرا نمیاد؟ خب اشکال نداره اینو بگیر. خب اینم باز شد. سبکه. خیلی سنگین میاد. خب تمام دیگه بریم. پولت نیفته بچه. خب بچه ها میریم اینو جعبه گشایی میکنیم. پول میزن پول داد بقیه شو 20 سنت داد. Labu 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 labu
labu labu labu boo, 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 labu 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 boo. الان میخوایم لابابو ما باز کنیم که اونجا خریدیم. بعد خیلی ترند شده. اینجاش یه رنگایی نوشته که یه دونه از رنگاش سیکرته. بعد نمیدونم چه رنگیش، ولی من بیشتر این بنفشه رو خیلی خوشم میاد که اسمش هم لاکه. به نظر تو چیه؟ تو چه میگی چه رنگیه؟ بنفش قشنگه. بنفشش قشنگه. حالا ممکنه هم هست سیکرت باشه. اینا رو هم حالا اون بستای نامعلومه که بعد از این لابابوه بازش میکنه. خیلی قشنگ باز کردم، دیدنی. واقعا هیجان دارم. چه باحاله.
فکر کنم صورتیه. چه رنگیشه؟ کدومه؟ اینه؟ نه فکر کنم سیکرته، چون هیچ رنگی نداره. این سیکرتشه فکر کنم. شاید هم هپینسه. لاف که قرمزه، اینم زرده، این نارنجیه، ولی فکر کنم سیکرتشه. وای چقدرم گوگولیه. بعد میگفتن اینجاش نور بگیریم نمیدونم چی میشه. خب دیگه میره که به کیفم آویزون بشه. هیچی دیگه توش نیست. خب حالا میریم بسته های سیکرت رو باز میکنیم. اینو من دیدم چیه، فکر کردم ساعته، ولی فکر کنم ساعت نیست، بند ساعت های دیجیتاله. حالا بازش کنیم ببینیم. ای کاش که پاره میکنیم. پاره اتفاقا بند ساعت هم لازم داشتم، فقط امیدوارم سایزی بخوره به اون چیزی که من میخوام. یا کنی ساعته. چه میدونم این بنده میخوره یا نه. نه بنده ساعته. وای ساعتش دوربین داره. آره چه عجیبه. فکر کنم از این خرید ما شانس آوردیم. چجوری شارژ میشه این؟ واقعا فکر نمی‌کردم ساعت باشه. چجوری اینا نصب میشه حالا؟ این چجوری روشن میشه؟ دیگه نباید شارژر چیزی داشته باشه. بعدا باید اینا رو آها اپلیکیشن داره رو اندروید و آی او اس کار میکنه. حالا بعدا بهش نمیخوره اونقدر جنس داشته باشه، ولی خب اینکه چجوری روشن میشم نمیدونم. بعدا باید بزنیمش تو شارژ. قیمتش هم از اینترنت در میاریم. آره. زیر ویدیو میذاریم. اون از اون. خب اینو چند خریدیم؟ چیه؟ ساعت رو چند خریدیم؟ 11 یورو شد فکر کنم 11. آره از همه گرونتر این بزرگه بود. بزرگی هم که اینقدر سبک هیچی توش نیست میکنم. مش بخوره مداد رنگی باشه. کاش که یک چاقوی از اون جایی که ما چاقوی درست درمانی نداریم با این وارد میشیم و بهش بخوره ساعت باشه. این همه ساعت چیکار کنیم؟ شاید هم این بند باشه دیگه واقعا. و اینم ساعته. این دیگه با شارژرشه. منو تو این همه اینم ساعت. قیمتش رو در میاریم زیر ویدیو میذاریم ببینیم قیمت واقعی چنده. ما حدودا 11 یورو خورده پول بدیم. شبیه چیز میمونه، آیفون میمونه. خب چاقو کجا گذاشتم؟ بعدی رو باز میکنی؟ من میگم اونو آخر بذاریم. اون یکی بزرگه رو باز کن که که از همه گرونتره و از اصلا. همه سبکتره. اصلا راستی اینو من انتخاب کردم. پس فهمیدیم صورتی ها همه چیز خوب توشه. اینو 20 یورو پول بدیم. 19 یورو و 90. به دردت هم میخوره. چیه؟ فکر کنم پیچ گوشتیه.
پیشگوشتیه؟ آره اما اقسام پیشگوشتیه، ولی فکر کنم واسه یه شغل خاصیه چون که خیلی ریزه. اینم که تیغه. با همون تیغه میتونیم یکی جعبه رو باسیم. آره نگاه زیرش هم فکر کنم مال یه شغل خاصیه. شاید مال ساعت سازی. اینم پیچ‌گوشتیاش. خوبه دیگه ساعتاش هم برامون گذاشته. خب میریم که داشته باشیم با همون آخری. تیغه بازشون. بازشو خیلی کردم. ساعت رو میزی. ما چرا این همه ساعت تشویق شد. چرا ما همش باید ساعت کردیم؟ چی باز بکنیم؟ آدم بی سواد. رنگش هم خوبه به خونه میاد. بکنم از ناست که میتونی تایمر رو نام بذاری. باتری میخوره؟ چوری کار میکنه؟ شارژیه. چرا اینا شارژر هم داره؟ خوبه دیگه ساعت همون تکمیل شد. هم خودمون دیگه ساعت داریم. قیمت اینم در میاریم زیر ویدیو میذاریم. اینشو بکن همین الان آنباکسینگ کنم. چی روشن میشه حالا این آن کنم شارژ. اوهو زنگم میزنه. اسپیکر هم بلوتوث هست. مود. فکر کنم اسپیکر هم هست. بذار ببینیم به اسپیکر هم وصل میشه. بلوتوث مود همینه دیگه. Bluetooth has been connected. Has این connected یا connected؟ connected. خب چیکارش باید الان بکنم؟ آره آهنگ میشه باهاش گوش داد. اسپیکر هم هست. من دنبال اسپیکر هم میرم. صداش هم بلد نیست. اینجا میزنه که صدا چقدره. جالب بود خدایی. از این خرید من خیلی راضیم. منم. چند خریدیم اینا؟ اینم فکر کنم 11 یورو بود. ما 2 تا 20 یورویی خریدیم. 2 تا 20 یورو. لبوبو 20 یورو بود. لبوبو 20 یورو بود. این 20 یورو بود. بقیه همه 11 یورو بود. از تو کارت هم معلوم میشه. خب بچه‌ها این برنامه امروز بود. اگر دوباره جوگیر بشیم بریم اونجا آره. از این خریدا بزنیم. نمیدونم اگر زدیم که میاریم الان باز ساعت دوباره چنده؟ براتون آنباکس میکنیم. به امید دیدار. خانم رحم. بله به امید دیدارتون. من الان آهنگ شروع شد. گیر دادم به این میخوام ساعتشو تنظیم کنم. مرسی که ویدیو دیدین. بازم میریم گند میزنیم تو پولامون بهتون نشون میدیم.